سلطان قلبم. آقا خیرالدین، بچه‌ها به یه معلم فرنگی خوب احتیاج دارن. یه نفر که جوون باشه. وضعیت آقا یعقوب معلومه. فکر کنم آقا ابراهیم مناسب باشه. هم طرز بیانش خوبه، هم دیسیپلین داره. آقا خیرالدین، من گفتم جوون باشه. به نظر تو ابراهیم جوونه؟ باید با درایت باشه، باید طرز تفکرش خوب باشه. انا وصلیه. بفرمایید، خودمم. حضرت سلطان محمود منتظر شماست. یعنی برای چی منو دعوت کردن؟ رفتیم سلطان خودشون توضیح میدن. به شما هیچی نگفت؟ گفتن شما رو به قصر ببریم، اطلاعات دیگه ای ندارم. آخه برای چی باید منو دعوت کنه؟ چند بار بگم خیر، هیچی نگفتم. نکنه اشتباهی ازم سر زده. نه، من که کاری نکردم. من که اصلا تا حالا سلطان رو ندیدم یا مریم مقدس. از این طرف. تا وقتی سرورم ازت سوالی نکرده چیزی نمیگی. تا وقتی سوال نکرده هیچی نباید بگم. بدون اینکه صورتشو ببینی میری و دامنشو میبوسی. صورتشو نمیبینم، دامنشو میبوسم. خب وقتی صورتشو نبینم از کجا بدونم کجا نشسته؟ رفتیم داخل میفهمی. چطوره؟ خیلی عصبانی امروز. اون خانم معلمی که میخواستین اومد سرورم. عالیه، بگو بیاد. درست راه برو خاتون، درست راه برو. میبینم که تو احترام گذاشتن کوتاهی نمی کنی. قایقران. آره قایقران، همون قدری که فکر میکردی چاق و پیرم. نه، ماشاءالله دارین.
یعنی از نظر سلامتی. من دیروز چیا گفتم؟ خیلی حرفا میخواستی به سلطان بزنی. شما باعث شدین من حرف بزنم. حتما میخواین جونم رو بگیریم به خاطر حرفایی که زدم، ولی من حرف اشتباهی نزدم. بله، یه انسان شریف باید پای حرفش بایسته. منم همین فکر رو میکنم. چی؟ منو تنبیه نمی کنی؟ برعکس، میخوام به بچه های من فرانسه درس بدی. من؟ بله شما. ولی چرا من؟ تحقیقات لازم انجام دادم. خب تو هم تحصیلات خوبی داری و هم کشورهای زیادی رو گشتی. در ضمن مگه خودت نگفتی خانوم هم میتونن معلم باشن؟ بله من گفتم. خیلی خوب، منم تصمیم گرفتم امتحان کنم ببینم یه خانوم میتونه معلم خوبی باشه یا نه. خیلی خوبم میشه. پس باشه، ببینم اونقدری که تو قایق با من یکی بدو کردی از پس بچه ها برمیای یا نه. خیلی خوبم میشه. در برابر خدمتت دستمزد بیشتری بهت میدم، ولی یه شرط دارم. ظرف این مدت باید توی حرم زندگی کنی، گرچه این بیشتر از یه شرطه، این وظیفته. توی حرم نمیشه. یعنی چی که نمیشه؟ تو حرم نمیتونم بمونم سرورم. من برده نیستم. برده؟ همونطور که منو اشتباه میشناسی راجع به حرمم برداشته بدی داری. نظرت به مرور زمان عوض میشه، نگران نباش. راجع به پیشنهادتون ممنونم، ولی تو حرم نمیتونم بمونم. خانم آنا، نگفتم بیا اینجا راجع به شرطا مذاکره کنیم. فردا صبح از طرف قصر میان دنبالت. اما سرورم دیگه میتونی بری. به هم بگو ببینم تو گالسکی قصر چی کار میکردی؟ فکر کنم وظیفه رسمیم توی حرم موندنه. صبر کن ببینم، چی نفهمیدم. چند دقیقه پیش توی قصر بودم. پادشاه میخواست من به بچه‌هاش فرانسه یاد بدم. به ذهنش رسیده که به من پیشنهادو بده. یعنی سلطان میخواد تو رو تو حرم سراش ببره؟ آره؟ یعنی چی ببره؟ آخه چی فکر کرده راجع به خودش؟ من یه زن روسیم. خب تعریف کن چجوری بود؟ خب پادشاه دیگه. ببینم تو حرف منو نشنیدی؟ خوشتیپه، خیلی هم خوشتیپه، ولی الان موضوعی نیست. عزیزم شانس سر خونتو زده و تو متوجه نیستی. اوه این چطور شانسیه؟ من اصلا تو حرم سرا نمیرم، اصلا و ابدا. داره به ما نگاه میکنه. زود باش بیا بریم تو. سرلشکر گروه 52 تویی؟ منم پادشاه. این پر رویا چه معنایی داره؟ آدمات میرن تو قهوه خونه ها پول زور میگیرن، کسایی که پول نمیدن رو شکنجه میکنن. نه پادشاه، ما وظیفمون خدمت به مردمه. این چه خدمتی آقا؟ سرورم اصناف حمایت میخواد. خودتون میدونید که دوست هست، اراذل هست، زورگو هم هست. اگر اراذل او باشه بزرگتر از تو هم هست، به جرم تام اعتراف میکنی؟
اینو بندازین زندان. وحشت مجازات لطفاً محکوم عفو میشه. فرمایید سرورم، ما اشتباه کردیم، شما نکنید، عفو ببرید فرمایید. مجازاتش کنید. ببریدش. ببخشید سرورم، خواهش میکنم منو ببخشید، لطفاً خواهش میکنم. میبینی موسی، به جای اینکه با کافر بجنگیم داریم با خائنای خودی میجنگیم. میبینم سرورم. هم بیرون دشمن زیاد داریم هم بین خودمون. چشماتونو خوب باز کنید. تک 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 تک. آنا میخواد به بچه‌هاش فرانسوی یاد بده. آره اون دلش میخواد که به بچه‌هاش فرانسوی درس بده. به نظر منم کار خیلی خوبیه. منم دوست دارم این کارو بکنم، ولی فعلا در حد پیشنهاده. برنامه ای ندارم. میدونی چیه؟ من یه نقشه دارم. اون باید قید این کارو بزنه و تو جایگزینش بشی. خودتون بهتر میدونین که قانع کردن آنا به هیچ وجه راحت نیست. ولی به هر حال رازده کردن یک کله شق راه خودشو داره. ما باید به فکر منافع خودمون باشیم. ظاهیر، بله سرورم. امروز معلمو که میبردی چیزی بهت نگفت. ببخشید که من اینو میگم سرورم، اما همش تکرار میکرد من تو اون حرم نمیام. بچه هم به یه معلم خوب احتیاج دارن. امیدوارم پیشنهادم رو قبول کنه. کی جرأت داره در برابر خواسته شما مخالفت کنه سرورم؟ لطف کردین گفتین وسیله میفرستید. حتما سوار میشه میاد. حسین که قبول کنه اونجوری گفتیم. علم کار عقله، ولی آموزش علم کار دل. هیچ کاری نمیشه با زور انجام داد. میدونم که الان تو میگی کاش قبول نکنه. استغفرالله سرورم، در مقابل اراده شما قرار گرفتم. میگی تو اون همه جبهه با اون همه آدم داریم میجنگیم، یه معلم خانوم فقط کم داریم تو قصر. سرورم، واسه اینکه یه معلم روسی رو دارم میارم تو قصر فکر میکنی به ما حمله میکنن؟ حمله نمیکنن پادشاه. خب حمله کنن، بکنن ببینیم. ولی هیچ وقت فراموش نکن عوض شدن و عوض کردن کاری نیست که به این راحتی ها بشه انجامش داد. بابا جون من اومدم. ببینم امروز اکسلنس شما اینجا چی کار داری؟ از مهمونتون اینجوری استقبال میکنین؟ عذر میخوام، ببخشید اصلا انتظار نداشتم. ولی بابام کجاست؟ بلای سرش اومده؟ بابا حالش خیلی خوبه، کارش طول کشیده، یکم دیگه میاد. من برای صحبت با شما اومدم، با شما آنا پترونا. میشه لطفاً بشینید؟ آنا پترونا، شما روسیه رو دوست دارین؟ خب معلومه، با تمام وجودم. پس الان وقتشه که ثابت کنی. باید پیشنهاد سلطان رو قبول کنی. از کجا فهمیدی؟ اینش مهم نیست. میخوام اعتماد پادشاه رو جلب کنی. ولی آنا پترونا، این کارو به خاطر روسیه میکنی، نه به خاطر شخص من. ولی اکسلنس راجع به چی حرف میزنی؟ منظورم اینه که به یه معلم کسی شک نمیکنه، مخصوصا معلمی که شخصا پادشاه دعوتش کرده. باید پیشنهاد سلطان رو قبول کنی یا نه. و هرچی تو قصد دیدی و شنیدی و بدون اتلاف وقت میای و به من گزارش میدی یا نه. میفهمی؟ یعنی جاسوسی کنم؟ من تا حالا تو عمرم همچین کاری نکردم و باید بگم که اصلا در شأن و شخصیت من نیست. من توی خونه ی پدرم بزرگ شدم و اصلا همچین چیزایی رو یاد نگرفتم. آنا تو میتونی. و اینکه در این باره به کسی چیزی نگید، مخصوصا به نزدیکانتون. نیازی نیست زندگیشون رو به خطر بندازی. به هیچ وجه. آنا پترونا، ولی تو شانس انتخاب نداری. سرپیچی از دستورات ممکنه که به ضررت تموم بشه. میفهمی؟ به ضررت. مگه تو نمیخوای زندگی جدیدی برای خودت بسازی؟ بله، ولی نه به هر قیمتی که شده قربان. آنا پترونا، گفتم که شانس انتخابی نداری. چرا شانس انتخاب ندارم؟ باید بگم که پیشنهادتون رو قبول نمی کنم و خواهش میکنم که برید.
تو اشتباه متوجه شدی. من به تو پیشنهاد نمیدم. فردا که اومدن دنبالت باید از این قصر بری، وگرنه چی؟ وگرنه این لجبازی جنابالی رو پدرت باید جوابگو باشه و تلافی بکنه. یعنی چی؟ اگه درخواست منو رد کنی اینجا رو نگاه کن. فکر کنم که مال پدرت باشه. درست نمیگم؟ نه، نمیتونی این کارو بکنی. میتونیم امتحان کنیم، اما پیشنهاد نمی کنم. یادت نره یه جوری ترتیب میدم که انگار تصادفی این اتفاق افتاده، به خاطر بی‌دقتی منجر به مرگ شده و دختر داغدارش رو کسی باور نمیکنه. دنبال راه فرار یا کمک خواستن از کسی نرو، وگرنه. آنا دخترم، من اومدم. کجایی دخترم؟ انتخاب با خودته. دخترم. جناب آقای ایوانوویچ عزیز، داشتیم راجع به شما صحبت میکردیم. خیلی خوش اومدین. ملاقات شما رو مدیون چی هستیم؟ داشتم رد میشدم، گفتم یه سری بهتون بزنم. تا اومدنتون با آنا پترونا خیلی صحبت صمیمی و گرمی داشتیم. آنا دخترم، پذیرایی کن لطفاً. از من؟ نه ممنونم، زحمت نکشید. اما یه وقت دیگه. نه حداقل یه چیزایی بخوریم. یه زمانی که تو پاریس شما تو مأموریت بودین به من یه نوشیدنی داده بودین. من عاشقش بودم جدا، که خیلی لذیذ بود. درسته الان یادم اومد. بعد از اون چنین چیزی پیدا نکردم. چند وقت پیش تو فرانسه یه ژنریکشو خوردم، ولی خب هیچی، اون نمیشه. حالا امیدوارم از این چیزی که الان تهیه میکنم هم خوشتون بیاد و راحتم میل کنید. دخترم، چی رو قبول میکنی؟ اینقدر شما تعریف کردی که اون کنجکاو شده میخواد امتحان کنه ببینه چه مزه‌ای میده. درست نمیگم؟ واقعا؟ تو اصلا نمیخوردی؟ خیلی تعجب کردم. آنا یه اتفاق خوب رو میخواد جشن بگیره. چیه اون اتفاق خوب آنای من؟ یادم نیست. معرکه است جان شما. فوق‌العاده است. از منم بهتر بود. شما پدر و دختر صحبتاتون رو میتونید با هم ادامه بدید. خواهش میکنم. آنا پترونا؟ ایوانوویچ؟ بله، من شما را همراهی میکنم. بگیر اینا. بابا، باید حرف بزنیم. سرورم، بعضی وقتا دوست داشتم جای اون قلمی بودم که تو دستاتونه. اون وقت چرا؟ انگار روح و قلبتون توی اون قلم میتپه. حق دارم حسادت کنم. پس یکم بیشتر حسادت کن، چون هنوز کارم تموم نشده. اگر بدونم برمیگردید تا آخر عمر منتظر میمونم.
مکدر شدید سلطانم. منو با اون پالتویی که روت انداختیم نمیتونی قسمت کنی، نه؟ دروغ چرا سلطانم؟ وسعت عشق من به شما انقدر زیاده که حتی به قلم و کاغذم حسودی میکنم. با هیچی عوضتون نمیکنم. شما بی بدیل ترین مردی بودید که تو زندگیم دیدم. عزیزم، ممکنه بگی این ماجرای سلطان چجوری به وجود اومد؟ اونم تو این موقعیت؟ خودمم نمیدونم. اینو باید بدونی که تو در شرف ازدواجی. بله. آنا عزیزم، با پدرت رو راست باش. رفتن به قصر سلطان عواقبی برای خودش داره و میدونم تو نمیتونی از پسش بر بیای. مطمئن باش رقبات خیلی سرسختن و تو نمیتونی از پسش بر بیای. گوشت با من آنا؟ من به همه این چیزا فکر کردم. نیکولای چی؟ دخترم قرار بود به زودی ازدواج کنید. میدونم ولی تصمیمم قطعیه. میدونم نسبت بهش عشق زیادی نداری. شایدم برای فرار از ازدواج داری میری به قصر. درست حد زدم؟ نه بابا، دلیلش نیکولای نیست. من واقعا میخوام که برم به قصر. باید برم. اگه تصمیم تو اینه، خوشبختی تو از همه چیز مهمتره. خیلی دلم برات تنگ میشه، خیلی. اگه اینجوری خوشبخت میشی، من حرفی ندارم. دخترم، منو بیخبر نذار لطفاً، باشه؟ چشم. هر فرصتی که گیر بیارم میام به دیدنتون. بابا جون، ازتون یه خواهشی دارم. این نامه رو برای نیکولای میفرستین لطفاً؟ معلومه که میفرستم فرشته من. نگران این موضوع نباش. این روبانو برای شما بستم که به گردنتون ببندین و همیشه یاد من باشید. منم داشتم به همین فکر میکردم. تو کی به این فکر افتادی؟ آنوشکا، دلم برات تنگ میشه دخترم. بابا جون. خیلی خوب باشه.
روزتون بخیر باشه خانم. حاضرین؟ بله حاضرم. دارم میرم به سمت آینده‌ای که برام خیلی تاریک و مبهمه و از طرفی دلم نمیخواد اتفاق بدی برای پدرم بیفته و از طرف دیگم نمیدونم که توی قصر چه آینده‌ای در انتظارمه، ولی به هر حال باید خودم رو بسپارم به دست تقدیری که تا الان عشقمو از من جدا کرده. خدای من چقدر خوشگله. تا گفتن معلم من فکر کردم که زن سیاه سوخته زشته. حالا هرچی. نه ترس خانوم، ما تو حرف آدم نمیخوریم. آهان اینجوری یه لبخند بزن. اسم من انبره. انبر آقا میگن بهم. تو قصر بدون خبر از من پرنده پر نمیزن. منم آنا هستم. تو چه لباسای عجیبی داری. سبحان الله، اون چیه؟ کبوتر لونه کرده تو سرت؟ به هر حال بیا بریم کبوتر. بیا بریم پشت سر من. بیا دیگه. سرورم، قاضی صالح حکم و شیخ رستم هم فتوا داد. سرلشکر گروه 52 بعد از نماز صبح سرش زده میشه قربان. عالیه. همه باید بدونن که در بارگاه من هیچ جرمی بی مجازات نمیمونه. حق دارین پادشاه. سرش تو میدون مرکزی شهر بچرخونید تا همه ببینن و درس عبرت بشه. به روی چشم سرورم. ببین پرنده، اینجا حرمه، یه جور مکتبه، ولی شبیه اون مکتبایی که تو رفتی نیست. یه اصول و قانونی داره. همونقدر که لطف دارن کلفت هم داره و ممنوعیت هایی هم داره. مثلا اینجا ممنوعه. اینجا بیشتر ممنوعه. اونجا اتاق پادشاهه. اونجا کلن ممنوعه. اینجا کجاست؟ یه صدایی میاد. سلطان بانو خانومای سفیره رو دعوت کرده. برو از روز اول واسه خودت چر درست نکن. همه جا شبیه همه. چجوری اینجا رو یاد بگیرم؟ عادت میکنی. اینجا هم مکان زن هاست، قلب حرم. اینی هم که داره میاد یه جور کالفاست. از روز اول بهت گیر نده. درست وایسته. خیر انبر آقا، این خانم کی باشن؟ آنا خانم، معلم جدید قصر. عجب، واسه قصر پادشاه معلم آوردن؟ نمیدونم، از پادشاه بپرسیم. خب من خسته شدم. اتاقم کجاست؟ عصبی شد باز. دختر آب بیارید براش. من اتاق تو نشونت میدم. اون تشکا اونجا میبینی؟ بله. اتاقت همونجاست. دیگه چی؟ قراره اینجا بمونم؟ نه،
واسه تو کاخ جدا آماده کردیم، میری اونجا. خدا رو شکر، فکر کردم باید اینجا بمونم. سبحان الله. معلومه که اینجا باید بمونی دیوونه. یعنی چی؟ ببین، من زن حرم نیستم، معلمم و باید یه اتاق جدا داشته باشم. حرم هر کی بیاد همین معامله رو باهاش میکنن، مخصوصا کسایی که مثل تو زبون درازن. اتاق متاق نیست، میخوای رو تشک بخواب، میخوای روی سنگ، هر جور دلت میخواد. فوراً باید پادشاهو ببینم. میگم بهش. خدایا. ولی